بله، برگشتیم در ادامه برنامه و مهمان ما در بخش ورزشگاه علابردی ترکمن هست، ورزشکار مبارزات آزاد، و میخوام در مورد دستاوردها و مسابقاتی که داشته همراهش صحبت داشته باشیم. صبحتان بخیر، خوش آمدین. سلام، مجدد دارم خدمت تمام مردم افغانستان، بالخصوص کارمندای تلویزیون طلوع یک سلام خاص ایمل جان و مریم جان. بسیار خوش شما بخیر، سلامت باشین. علابردی بله. ترکمن با چه لباس نازنین ترکمنی آمده؟ سلامت. ما را بردی به یاد همون محافلی که ویژه می باشه و مردم ترکمن نازنین ما باز این لباس ها را می پوشند. تشکر. این لباس ها در روزهای خاص پوشیده میشن. بله، این لباس ها است که روزهای خاص. باز ما امروز هم گفتم بیایم تلویزیون طلوع هم بخیر هم خاص بریم. امروز هم روز خاص بر ما است. بله، برای ترکمن نازنین ما است و این دیگه در جشن و مسابقاتی که داشته می باشین باز در ختم مسابقات می پوشید لباس دیگه. نه، هم شروع دیگه، شروع برنامه یا اول مسابقات باز می پوشیم دیگه. پیش از این که بریم به طرف سوالاتی که داریم در بخش ورزشی از علابردی ترکمن، میخوایم کمی در رابطه با این کلاهتان بگین که از چی ساخته شده این کلاهتان؟ این پشم گوسفند است. بله. این با چند قسمش هست، مثلا دراز و دیگه این چند قسمش هست. بله. بله، زیباست. خب آقای علابردی، میخوایم در مورد این بگین که چقدر وقت میشه که شما شروع کردین ورزش مبارزات آزاده؟ آیا قبل از این ورزش پیشینه فعالیت در کدام ورزش دیگر هم داشتین یا نه؟ ما قبل پالوانی، بوکس، کیوان همی چطور می بردم. باز دیدم که در بخش مبارزات آزاد یک رشته است که تمام دنیا فعلا ایره بیننده زیاد داره. باز آمدم در مبارزات آزاد، تا حال خدا رو شکر خیلی پیشرفتایی داشتیم. چی توانایی را در وجودت همونطور حس کردی، فهمیدی که توانایی امیره داری که باید خودت در مبارزات آزاد اشتراک بکنی و این رشته را پیش ببری؟ ما خودم قبل که در فدراسیون بوکس تمرین میکردم، خب کدی یکی هم تو فایت میکردم میجم ترس، یعنی در وجودم نبود. ما گفتم باید این بوکس دیگه برم بخیر در مبارزات آزاد. یعنی دیگه بچه‌ای که در اطراف زندگی میکنن و قدر ترس در وجود خود را نمیتن دیگه، نه؟ بله. در اون جهه از کشتی بعضی وقتا آدم که شروع میکنه اگام کشتی هایی که کت دوستا و رفیقای خود میگیره در مکتب و بعضی از اون مبراین، او کارا رو هم کرده بودی؟ نه. قوی بودی بالای بچه ها؟ بله. بچه های قریه و منطقه؟ نه، بس مکتب بگم یا منطقه بگم، یعنی قوی بودی دیگه. بله. خرده مسابقات یا اونجا که میشه اول میبود حتما. در مورد مسابقات میخوایم بر ما زیادتر توضیح بدی. کدام مسابقات، چند مسابقات تا حالا اشتراک کردی و چی دستاوردهایی تونستی از این مسابقات به دست بیاری؟ فعلا تنها در MMA 6 مسابقه دارم. یعنی 4 کنج افغانستان دیگه مسابقه کردیم. یعنی بخیر دیگه حالا از استادم جان محمد جهید مسابقه خارجی ما جور کرده است. بخیر هند، بخیر همی گپای کرونا تمام شد، بخیر میرم مسابقه. بخیر. از این 4 گوشه افغانستان نرفتی بیرون؟ نه خیر نرفتیم. فقط در 4 گوشه افغانستان بله. بودی دیگه. چکر رفتیم اما به مسابقه نرفتیم تا فعلا. به مسابقه نرفتی. بله. بخیر تصمیم داری که بری؟ این تصمیم دارم بخیر برم دیگه. پیش از مبارزات آزاد گفتین که بوکس تمرین. بله، بوکس. دستاورد داشتی در اونجا؟ در اونجا 2 مسابقه داشتم. باز دیگه دیدم که در بوکس چون مبارزات آزاد که است بینندگیش زیاد است، یعنی نسبت به بوکس. ما گفتم دیگه بیایم در مبارزات آزاد، از اینکه باید پیش برم. حالا مگی علاقمندی امی مبارزات آزاد شدن دیگه، نه؟ بله. به خاطر از این خودت به خاطر از این آمدی که بیننده زیاد است دیگه. کدام هدف دیگه نداشتی؟ هدف داشتم قهرمان شوم. قهرمان شوی. بله. در مورد کپ قهرمانی به ما کمی معلومات بده. امی جمعه پیش در مسابقه از 10 ولایت اشتراک کرده بود. در ولایت کاپیسا بود. از ما چلنجی بود. عریف خدا بردم دیگه. عریفت از کجا بود؟ او از کابل بود. از کابل بود. بله. باستانستی که ببریش دیگه. بله.
اولین کپ قهرمانی است یا کپای دیگه هم داری؟ نه کپای دیگه هم هست زیاد. نماندنت که بیاری جا؟ خور دیگه نشد. ها؟ گفتن یک دونه سه گفت. خب ما دعا میکنیم بخیر به آرزوی که داری برسی تشکر. و از 4 گوشه افغانستان هم بخیر برایی تشکر. و این قرنطین بخیر خلاص شود که بری هند، باز از اونجا هم قهرمانی بیاری و ما هم دعوتت کنیم یک روز. تشکر. خب از ورزشکارانی که در رشته خودتان بسیار مطرح هست در مبارزات آزاد، کی را شما میپسندین و میبینین مسابقاتش؟ اول خو از استادای خودم خیلی دوست دارم. باز دوم دیگه حسین بخش سفری است. خودم دیگه دوست طرفدارش دارم. هستین؟ خیلی. بله و یک چیز هستی که به نظیر بر ما صحبت بکنین کنم امکاناتی که باید باشه است براتان؟ ما اگه واقعش بگویم از صفر شروع کردیم، از صفر آمدیم. فعلا طرفداری یعنی خیلی زیاد دارم. چطور از صفر شروع کردی؟ خب امکانات نبوده چون ما لیلی از زندگی میکردیم، یعنی فیس کلاب نباشه دیگه. باز پیش خودم هم تمرین میکردم، باز می آمدم فدراسیون. خب باز نشد دیگه، باز آمدیم در مبارزات آزاد. اینجا باز یک کار میکردیم، مقصد تمرین خود پیش میبرد. در کابل بودی یا از وطن شروع کردی؟ نه در کابل بودم من. در کابل بودی؟ بله. فاریاب زندگی میکنی؟ نه از مزار شریف هست. ما فعلا 14 سال میشه کابل زندگی میکنیم. 14 سال میشه کابل زندگی میکنین. در این 14 سال دیگه کلا و لباستان از زیادتان نرفته نه؟ نه خیر، باز ما چون وطندارا رو گفتم یک لباس ملی بر ما چی کنیم، از ترکمنستان روان کردن دیگه. تشکر میکنم. ایره برات از ترکمنستان روان بله. کردن نه؟ بله. خودت هم رفتی اونجا؟ نه خیر نرفتیم. بر ما علاوه بر دیدم مورد ای بود که چند ساعت در طول یک روز تمرینات میکنید، چه رقم تمرینات هم میگذرانی که آماده باشی برای مسابقات؟ چون گفتی مسابقات مهمی را پیش رو داری خارج از کشور، هند شاید بری برای مسابقات. ما آمادگی فعلا خیلی میگیرم، یعنی 2 ساعت صبح تمرین میکنم، یک 2 ساعت هم دیگر، یعنی در 24 ساعت تمرین میکنم. دیگه کدام رشته را در مبارزات آزاد چند رشته میکس شده؟ بله بله. نه؟ بله. بعضی هستن مثلا جیجیتسو میرن، پهلوانی میرن، بوکس میرن، بخش های مختلف میکس کردن. تمرین میکنن. خودت بجز از این رشته های دیگر هم تعقیب میکنی؟ ما خودم جیجیتسو کار هستم اصلا، یعنی رشته که خوش دارم جیجیتسو دیگه. پهلوانی و بوکس دیگه یار رفتیم. یاد استادی ما بخیر مچم کال همس نیست و یکی از استادای بسیار خوبه است که در رشته جیجیتسو شاگردای بسیار خوب دارن استادی ما و خیر بخش های دیگر هم تمرین میکنید. بله. زیادتر سر چی تاکید میکنی؟ میگن باید نفس خوب داشته باشی، فیزیکی خوب داشته باشی. بیشتر خودت در بعد چی فکر میکنی؟ اول خود نفس خیلی مهم است. باز من زیاد سرم تکنیک کار میکنم. یعنی اینمی نفست که بسوزه با ظریفت دیگه قوی تر میشه بالایت نه در میدان. بله. چیزی پیام داری؟ بیا به زبان ترکمنی بگو. به زبان ترکمنی بلد هستی؟ بلد هستم. خب سیس میگم. میشه پیام شریک بسازین پس با زبان ترکمنی. عزیز دوستlarım, gelin hemen vardiş edin, yani yok yerlere gezenden vardiş ediniz yaxşı olar. Gelsin hemmeniz vardişkar Türkmenimiz az, gelsin vardiş etsin. بسیار تشکر. تشکر. خیلی خوشحال شدیم که آمدیم. شما. بسیار تشکر. وقفه میگیریم، برمیگردیم با کودکای نازنین در بخش بزرگای کوچک برنامه بامداد. برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا را کلیک کنین و برای پیوستن با چنل یوتیوب ما اینجا را کلیک کنین.